داروهای لاغری که امروز خیلی سوال در موردش میشه مثل مانجارو، اوزمپیک، ملیتاید، داروهایی که بیشتر در دیابت قبلا استفاده میشده، تاییدیه FDA برای مصارف خاص داره. آیا اینا داروهای لاغریه؟ البته که این داروها در کاهش وزن در بسیاری از افرادی که اندیکاسیون دارن، یعنی مقاومت به انسولین دارن، یا جزو گروه های خیلی پراشتهایی هستن که این داروها میتونه اشتهاشون رو کنترل کنه، تاثیر داره. ولی به صورت عام یک داروی لاغری نیست که هر کسی میخواد لاغر شه از این داروها استفاده کنه. یه مسئله خیلی مهمه دیگه در مورد این داروها اینه که قیمت این داروها خیلی بالاست و اگر کسی شروع کرد یه دوره، 2 دوره، 3 دورش رو استفاده کرد و از کم کرد، بعد یه مرتبه قطع کنه، به همون صورت ممکنه وزنش برگرد. پس استفاده از این داروها باید حتما با تجویز پزشک و در مواردی باشه که اندیکاسیون های لازم رو داره.